ورزشکاران کشور ما از 22مین چمپیونات آسیا اوید با دستخوابانی بین ورزشکاران امکانیتشان محدود که در شهر دهلی کشور هندوستان برگزار گردید با دستاوردهای ارزنده به وطن برگشتند. در این چهاربینی ورزشی محمد محمود رحمتوف در وزن 70 کیلوگرم به گرفتن 2 مدال برنجی، دلاور الفتبایف در وزن 65 کیلوگرم به گرفتن 1 مدال برنجی، جمعه‌بای عبداللهف در وزن 80 کیلوگرم به گرفتن 2 مدال برنجی و انورجان روزیکوف در وزن 80 کیلوگرم به گرفتن 1 مدال نقره و 1 مدال برنجی مشرف شدند. هنگام بازگشت این ورزشکاران را در مرکز ولایت سوخت نمایندگان مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت استقبال و پذیرایی نمودند. قطع کرده شد که محض نتیجه توجه و غمخوری‌های حکومت جمهوری تاجیکستان از جمله پیشوای ملت محترم امام علی رحمان نسبت ساحه ورزش است که امروز ورزشکاران کشور ما در مسابقه‌های بانفوذ اشتراک و مهارت سنجی کرده آبروی ورزش کشور را بالا می‌بردارند. قطع کرده شد که نمود دستخوابانی در تاجیکستان سال از سال رشد و نمو یافته ایستاده است. همچنین برای ورزشکاران امکانیتشان محدود تمامی شرایط‌ها مهیا کرده می‌شود تا آنها در تمام چهاربینی‌ها فعالانه اشتراک نمایند و خود را عضو کامل حقوق این جامعه شمارند. من بعد ورزشکاران امکانیتشان محدود در مسابقه‌های بانفوذ اشتراک نموده کوشش به خرج می‌دهند پرچم کشور عزیزمان را بالا بردارند. این مسابقات راهخط به چمپیونات جهان بود که ماه سپتامبر از 7 سپتامبر تا 19 سپتامبر در شهر بلغاریا چمپیونات جهان شده میگذرد. از این ورزشکاران ما 3 نفر راهخط گرفتند. من باوری کامل دارم که بچه‌ها آمادگی خود را می‌بینند و در چمپیونات جهان باز پرچم تاجیکستان عزیز ما را پرافشان می‌گردانند.